آموزش انبار و کنترل موجودی، حالا چون با معمولا اولین ماژولی که شروع میکنیم حالا بعد از پرسنلی و اینا که بیس نرم افزاره و بعد مثلا یوزرها تعریف شه و کاربر مشخص شن، یه جورایی قلب همین اکثر ماژول ها و نرم افزار میشه انبار دید، چون همه ماژول ها با انبار در ارتباطه. شما از خود انبار بگیر، انبارداری، تا خرید، فروش، حسابداری خرید، حسابداری فروش، حتی الان بقیه ماژول ها مثل کالیبراسیون، نگهداری، تعمیرات، برنامه‌ریزی، تولید، همه چی با انبار در ارتباطه. یعنی یه جوری اطلاعات پایه یا پیش نیاز بقیه ماژول ها میشه. حالا توی انبار یه سری اطلاعات پایه داریم که مثلا تعریف کردن کد کالا، انواع برگه هاست، یعنی درخواستایی که شما می‌خواید بدین یا خریدهایی که می‌خواید انجام بدید، رسیدهایی که هست که اطلاعات پایه رو نرم افزار میگه. فرآیند رو اینجا روی تابلو بهتون میگم که اصلا فرآیند انبار به چه شکل، توالی این کار رو به چجوری انجام بشه، توی رسید، حواله و درخواست خرید، حالا فرآیندی که تو بخش انبار انجام میشه که حالا پیش نیازه مثلا بقیه ماژول ها هست مثل تامین و فروش و اینا که اونا خودشون فرآیند خاص خودشون. پس ما اگر هر کاربری هر جای سازمان که باشه، همه کاربران خب توی سازمان یوزر دارن، وقتی شما براشون حکم صادر میکنید یه یوزر هم بهشون داده میشه. هر کاربری هر جای سازمان که باشه یک نیازی داشته باشه، نیاز به کالا یا خدمتی داشته باشه، چی کار باید بکنه؟ باید بگه درخواست کالا ثبت. پس اولین فرمی که توی انبار پر میشه توی فرآیندی درخواست کالاست که این حالا توی همه فرآیندهای انبار هم کاربرد داره. شما بخواید مصرف بزنید، برگشت از خرید بزنید، حالا مثلا درخواست تولید بزنید به فروش، درخواست کالای کاربرد داره. ما تو همه فرم هامون یه ورک فلو داریم که تو اکثر فرم ها میشه اینو اجرایش. درخواست کالا هم مثل بقیه فرم ها یه ورک فلو داریم که تو این ورک فلو مشخص میشه چه افرادی چه اکتی باید روی این فرم انجام بدن. مثلا این فرم های کاغذی که داریم مثلا امضا میکنن متقاضی، مدیرش و اینا، ما این امضا رو ورک فلو یا تاییدات اون فرم ها داریم که اولیش متقاضیه، بعد مدیر متقاضی و بعد متولی انبار. این پیش‌فرضیه که تو سیستم ما چیدیم و قابل تغییر هست بنابر اسکیل هر سازمانی و نیاز هر سازمان میتونه تغییر کنه. یعنی شما تعداد تاییدات میتونید اضافه کنید، میتونید کمتر کنید و هر عنوانی هم که خواستید میتونید به این تاییدات بدید. ما حالا عنوان پیش‌فرضمون این عناوین هستش، اینا قابل تغییر هستش. متقاضی میاد چی رو پر میکنه تو این فرم؟ مقدار درخواستیش رو پر میکنه. درخواستش رو پر میکنه که مثلا من چه کالایی نیاز دارم، چه مقداری از یک کالا نیاز دارم. مدیر متقاضی میاد با مقدار جهت حواله تایید میکنه که آیا این کالا به این متقاضی داده بشه یا نه، مدیرش میکنه. متولی انبار میاد اگر که کنترل موجودی انجام میده. متولی انبار صرفا انباردار نیست، ممکنه مثلا تو واحد برنامه‌ریزی کار کنه یا هر واحد دیگه. متولی انبار کسی که مسئولیت کنترل موجودی اون انبار هم باشه، یعنی موجودیشو بررسی میکنه با توجه به درخواست‌هایی که داره و موجودی انباری که هست تصمیم میگیره که آیا این کالا از انبار خارج بشه یا نه خرید بشه، یا اصلا نیاز به شارژ انبار هم داره، نیاز به خریدم هست. پس متولی انبار میاد کنترل موجودی هم انجام میده و اگر نیاز به خرید داشته باشه مقدار تایید جهت خرید رو
پر میکنن که این کالا خریدم باید بشه. اگر نه تو انبارش باشه که الزاما نیاز نیست این هم پر بشه. این اجباری، این حتما باید پر بشه، ولی این دوتا اجباری نیست، میتونن باشن میتونن هم نباشن، یا مثلا یکی از اینا پر بشه. تو میخوای فقط درخواست خرید بزنید، مثلا انبار نداری، همون از اول میتونید مقدار تایید جهت خریدشو پر کنید. خب درخواست کالا صادر شد. آیا کالا موجود است؟ توی موجودی انبارتون دارید، میره حواله انبار صادر میشه. ولی توی موجودی نباشه میره درخواست خرید صادر میشه. پس این حالا من اینجا با 2 مشخص میکنم. ببین مقدار تایید جهت خرید حوالش اگه پر باشه یعنی این فرآیند میره، ولی اگه اینو پر کنید میاد سراغ این فرآیند. میتونه اصلا هر دوش هم موازی با هم جلو بره، یعنی هم خرید بشه هم حواله بشه. درخواست خریدش که صادر شد، اینجا باز همون ورکفلو رو دارید که ما معمولا یه دونه بیشتر نمیذاریم، یه مرحله که اونم مدیر اجرایی و یا مدیر عامل تایید میکنن درخواست خریده که با مقدار خرید موافقت میشه یا نه. بعد از درخواست خرید میره فرایند تامین انجام میشه. که این خودش تو ماژول تامین و برنامه‌ریزی تامین هستش. این توی ماژول مشخص میشه این چه کارپردازی یا چه مسئول خریدی بخره، چه تعداد بخره، از کدوم تامین کننده خرید کنه، آیا استعلام بگیره یا نه، اصلا خرید خارجه بره تو فرآیند خرید خارج انجام بشه. اینا که اصلا کلا میره تو ماژول تامین که یه فرآیند جداست. ببخشید. خب فرآیند خریدش که انجام شد، فرم بعدی که پر میشه حالا تو ماژول تامین هست، ولی خب با انبار هم در ارتباطه، چون بعضی از فرآیندهای انبار مثلا شروعشون از همینه، فرم رسید موقتی حالا یا ارسال یا رسید موقت. توی این ارسال رسید موقت چه کار انجام میشه؟ کارشناس تامین که خرید کرد میاد در اصل 2 تا کار توی این فرم داره انجام میشه، اعلام ارسال و رسید موقت. یعنی من که تامین کارمند یا کارشناس تامین هستم، میام اعلام ارسال میکنم که چه کالایی داره میاد، از چه تامین کننده، چه تعدادی میاد، تاریخ ورودش که حتی اطلاعات بیشتر مثلا مربوط به چه قراردادی هست یا ماشینی که داره حملش میکنه چه، این اطلاعات هم میتونم اینجا بزنم. و انباردار که دریافتش که توی قرنطینه انبارش نشست میاد رسید موقتش کنه. این در اصل یه فرم اطلاعات یک بار پر میشه، ولی کجا مشخصه که تو چه مرحله؟ با مرحله تاییداتی که داره. یعنی تایید اول مربوط به تامینه که داره اعلام ارسال میکنه. مرحله دوم انباردار.
که در اصل داره رسید موقت انجام. بعد از ارسال یا رسید موقتی که انجام شد میره فرآیند کنترل کیفی انجام میشه که این خودش توی ماژول کنترل کیفی هست. که تو حالا اون ماژول هم باز دیتاهای خودشون دارن، میتونن کنترل پلن تعریف کنن، کارشناسای QC تعریف کنن چه کسی اصلا مجاز این انبار یا این کالا رو کنترل کنه، بر اساس چه داده‌ای باید کنترل بشه. اگر عدم انطباق داشت یا مشکل داشت کالا، میتونن صدور عدم انطباقش رو صادر کنن و بعد اونجا تصمیم بگیرن که این کالا چه اتفاقی براش بیفته، مجوز ارفاقی بدن یا عدت بخوره یا مثلا دوباره کاری بشه. تصمیمایی که تو کنترل کیفیت توی فرآیند کنترل کیفی انجام میشه توی ماژول کنترل کیفیت. توی این قسمت هم دوتا یه ایف داریم اینجا بعد از کنترل کیفی، میگه آیا مورد تایید است؟ اگه بله باشه که میره رسید انبار انجام میشه و اگر خیر باشه میره عدت کالا. تصمیمی که اگر که کالایی که کنترل کیفی انجام شده عدم انطباق داشت و ایراد داشت که عدت میخوره، اگر که نه رسید انبار میشه. یا ممکنه مثلا مجوز ارفاقی بدن یا هر اتفاقی، اونم باز رسید انبار میشه، فقط در صورتی که عدت تامین کننده باشه میره عدت کالا میخوره که اینم یه فرم جداست. رسید انبار هم بخوره که یه موجودی انبار میگیره و بعدش هم فاکتور خریده که اونم تو حسابداری خرید انجام میشه. خب این فرآیند کلا نیاز از کاربری که نیاز به یک کالا داره تا رسید انبار و حوالش. بقیه فرآیندامون هم به همین شکل، مثلا شما برگشت از خرید دارید و یا مثلا ارسال امانی دارید و یا مثلا حالا مصرف که همون فرآیندمون میاد، یا مثلا ارسال کالای هدیه دارید، مثلا هدیه میخوام بدید به کسی. تمام این فرآیندها یا درخواست کالا و یه حواله انبار انجام میشه. توی برعکسش همینطوره، یعنی شما میخواید دریافت کنید رسید دارید، مثلا رسید امانی دارید یا دریافت هدیه دارید یا برگشت امانی دارید. امانی دارید میخواید برگشت بزنید یا دریافت از تولید دارید یا مرجوعه به انبار دارید، کالا رفته تو خط یا حالا واحدهای مصرف کننده ولی ایراد داشته میخواد برگردونه به انبار. توی همه اینها باید یه ارسال و رسید موقت انجام بشه و بعدش رسید انبار. پس ما توی نرم افزار نیرام چیزی به اسم این که مستقیما حواله بزنیم، مستقیما رسید نداریم. شما باید قبلش پیش نیازش رو پر کنید. پیش نیاز رسید پر کردن ارسال رسید موقت، پیش نیاز حواله پر کردن درخواست کالاست. اینا درباره
مواد اولیه و قطعات صادرات. راجبه محصول چی؟ خب محصول بخش دریافتش اینجاست دیگه، دریافت از تولید میشه محصول. واسه فروش، ارسال و مجوز فروش. آره. این کل فرآیندی که تو انباره برای دریافتشونه، ولی برای فروشش انبار مرتبط با فروش، یعنی فروش محصول. حالا من بخوام فولدرشو اینجا بکشم، یه پیش فاکتور باید صادر بشه که تو ماژول فروشه، یه دونه صدور حواله است که این اختیاریه، میتونید اینو داشته باشین تو فرآیندتون یا اتومات انجام بشه. و بعد از صدور حواله انبار که اینم باز توی فروش هست. این ماژول انبار. ما الان خودمون یه سری مسیر داریم تو همین فروشمون نسبت به محاسبه خودرویی که قرار اینو کامیونی که بیاد اینو حمل کنه و توی اون صدور حواله هم همیشه صدور حواله ما دستیه، هیچ وقت رو پیش فاکتور نیستش، چون قراردادهای ما یه قرارداد بزرگ از محل اون قرارداد بزرگ ارسال انجام میشه. خب بعد چیزای دیگه هم که وجود داره، یه فراینده رفت و برگشتی هم تو انبارمون داریم. مثلا کالایی که از تولید دریافت میشه داخل انبار ممکنه نسبت بهش کارشناسی بیاد، اون کارشناسه میاد کنترل کیفیت دریافت میکنه کالا رو، کارشناسی میده و دوباره برش میگردونه به انبار. ولی معمولا این تسته باعث میشه که مقدار عوض شه نسبت به اون کالا. این فرآیند هم داریم. عرضم به حضورتون که یه وقتایی هم کالایی، خب کالا ما سیم و کابله، کالایی دو تیکه میشه. مثلا ما یه قرقره 4 کیلومتری داریم، میخوایم از روی این 1 کیلومتر بفروشیم. این رو هم از انبار دریافت میکنم، تحویل کنترل کیفیت میده، کنترل کیفیت تحویل تولید میده. تا اونجایی که فکر میکنم تولید فرآیندش رو انجام میده، دوباره برمیگرده کنترل کیفی، رسیداش عوض میشه چون یک کالا تبدیل شده به دو تا کالا و یه مقداری هم ضایعات اتفاق افتاده این به دوباره رسید انبار میشه. فرآیند اینجوری تقریبا زیاد داریم. خب ببینید ما همین چیزایی که حالا اینجا نوشتم تقریبا اینجوری خلاصش کردم. شما میتونید این قسمت یه کنترل کیفی هم داشته باشید. حالا مثلا دریافت از تولیدی که داری انجام میدی بیاد کنترل کیفی و بعد از کنترل کیفی بره رسید انبار بشه. یا پیش فاکتوری که دارید میزنید یا قرارداد فروش داشته باشید. این پیش فاکتور از محل این قرارداد خورده بشه، صدور حواله باز روی پیش فاکتور. قبل از حتی حواله انبار ما یه فرآیند پک بندی داریم که اینجا میتونیم مشخصات ماشین و اون حالا ماشینی که داره حملش میکنه این کارا رو انجام بده، یعنی این بیاد این قسمت پک بندی و بعد از پک بندی بره حواله. این موارد رو میتونیم تو این فرآیندتون اضافه کنیم، مواردی که شما دارید پوشش. چیزا رو ما تو انبار مثلا ما یه مواد اولیه‌ای میگیریم، این روی یه محصولی پیچیده، روی یه قرقره پیچیده شده. این بعد از اینکه مصرف میشه این قرقرهش اضافه میاد، این قرقره رو ما به عنوان ضایعات نمیفروشیمش، دوباره وارد مواد اولیه‌مون میکنیمش و دوباره مصرفش میکنیم. این موجودی میگیره و ما به عنوان موجودی در نظرش میگیریم، بعداً هم روش مصرف میکنیم، حواله میزنیم. ما الان یه فرآیندی داریم به اسم رسید مکشوفی که اینا رو به عنوان مکشوفی رسید انبار میکنیم که بیاد داخل موجودی قابل مصرف بشه. اینم میشه انجام داد؟ آره دقیقاً.
ببینید من نکتهشو بخوام، حالا نرم افزار که الان کار میکنه چیه؟ یه نرم افزار به اسم صنعت پردازه 15 سال فکر کنم داریم کار. صنعت پردازه حالا من کار نکنم، ولی بقیه نرم افزار داخلی که من تا جای شناخت دارم بابت تمام اینهایی که می‌بینیم مثلا رسید امانی، دریافت فلان، اینا اومدن فرم درست کردن. یعنی شما یه فرم رسید دارید، یه فرم دریافت امانی دارید، هر کدوم یه فرم متفاوت. ما فرم متفاوت درست نکردیم، ما کلا گفتیم یه فرم داریم، شما به عنوان رسید انبار و رسید موقت. اینا رو چجوری میایم هم تفکیک می‌کنیم با نوع رسیدی که روی اینها هستش. یعنی من یه عنوانی مشخص کردم رو رسید موقت و رسید امانم، مثلا با عنوان برگشت امانی. فراینده همونه، هیچ تفاوتی نداره، فقط با نوع برگشت شما میتونید تغییرش بدید که بگید این نوع رسید من امانیه یا این نوع رسیدم دریافت از تولیده. حالا اون حالتی که شما میگید مثلا رسید مکشوفی دارید، میتونید یه نوع رسید تعریف کنیم براش که همین فراینده و با اون نوع میاد تفکیکش میکنه که مثلا این کالاها از چه نوع رسیدی است که داره توی انبار انجام میشه. و این فراینده هم که به این شکل، یعنی ارسال، QC و انبار میتونی هر داشته باشی، یا میتونی QC شو حذف کنی مستقیما رسید انبار بشه. اینا رو همه اون نوع برگه ها قابل تنظیم هست. اون مثل BPM موجوده؟ بفرم خواهم بریم. میخواستم که چون جناب منظورم کشیدم با خرید شروع کردن، مثلا درخواست تلفن و اموال و پروسه خریدش رو اول یک قضیه خرید رو ببریم مثلا الان در حال حاضر ما داریم چیکار و کار معمولی که مثلا رسید میشه، بعد خرید رو بستیم بریم اون سراغ مثلا فروش و موارد مثلا مکشوف و الان فکر کنم حجم اطلاعاتی که بخوایم معامله مهندسی رو خیلی زیاد بشه و ما استثناءها رو ما زیاد بدیم، یه ذره قضیه پیچیده میشه. اوکی. الان مثلا چیزی که من متوجه شدم اینه که ما الان فرآیند خرید داریم، یه سری موارد اضافه تر مثل اینکه بعد از اینکه یه فرمی درخواست کامل میزنه، مثلا حالا چه خدمات فنی چه حقوقی اداری چه دیگه این که بررسی میشه ببینم که مثلا این درخواست خرید رو داریم توی اعمال موضوع هست این رو تو سیستم شما اگر نیاز به خرید باشه ما اینجا یه فرم دیگه‌ای صرف میشه مثل درخواست خرید کامل حالا متولی انبار تشخیص میده. بعد اینجا متولی انبار مشخص میکنیم که کارخونه خریداری بشه یا دفتر تهران خریداری بشه. بسته به اون یه فرم اینجا ما سخت سفارش خرید داریم توسط باید تدارکات به باید تدارکاتون در واقع با این فرم اعلام میکنه که من این سفارش رو گرفتم و بعد این رو سراغ فرم استعلام زدن اینجا مثلا 3 تا استعلام از شرکت مختلف گرفته میشه که حالا مدیرش یه دونه از اینا رو تعریف میکنه. حالا بعد از این خرید انجام شد یه فرم دیگه صرف میکنه، حالا ممکنه تو سیستم شما توی دیگه این باید بهنده شما روال توضیح کنید سمت‌داری فرم دیگه ای صرف میکنن به نام ثبت ارشاد خرید کالا. اینجا ما قبل از اینکه رسید موقت انجام میشه یه مرحله کنترل ورود به کارخونه داریم که در واقع حراست ورودی‌هایی که به کارخونه میرسن کنترل و بعد از روی رسید موقت داریم و بعدش یه رسید قطعی و بعدش دیگه اگه فاکتوری باشه هست. حالا این که بالا رو باید توی جلسه خدمتتون عرض کنیم که به چی راحتی یا نه مثلا فعلا شما فکر معرفی سیستمتون داشته باشید بعدا ما این رو بخواهیم که خب ببین فرآیندهایی که گفتی دقیقاً هستش و موضوع اینه که بخشش توی تامینه، یعنی ما توی آموزش ماژول تامین فرآیندهای تامین هم میچینیم. امروز چون حالا جلسه انبار هست بیشتر را معرفی فرآیندهای انبار یعنی رسید، حواله، درخواست کالا و خرید و کنترل موجودی که حالا مثلا ما بر اساس درخواست خرید بر اساس نقطه سفارش هم داریم. یکی فرآیندهای انبار، اطلاعات پایه انبار رو شما باید مثلا مشخص کنید که حالا ها مثلا چطوری تعریف میشه انبارها و بعد حالا جلسات بعدی مثلا میایم روی فرآیندهای تامین و اینا کار کنیم. اگه تو انبار مثلا فرآیند خاصی داشته باشید میتونیم تو این جلسه راجع بهش صحبت کنیم و اضافه کنیم، ولی
همه فرآیندهای فروش و تامین اینا تو این جلسه نیست، جلسات بعدی هم هستش. آره این بیشتر بخش تعمیر مربوط شد تدارکات مالی سپرده مربوط به تدارکات بین رسیده کننده وجود داره که قابل پیگیریه که حالا چقدر طول کشید که این خریداری باشه. اینا بعداً مشخص میشه، درسته؟ آره ببین حالا مثلا شما گزارشی که خواستیم حالا اولش رو صداتون نداشتم، گفتین چی بود؟ خب باید یه بار دیگه سوال درخواست خرید. درخواست خرید. ببین درخواست خرید ما معمولا این سری گزارشات پیش‌فرض داریم که حالا اونم باز میره جلسات بعدی، چون انبار حداقل 3 تا جلسه داره که حالا جلسه اولش بیشتر آموزشه. یعنی نیازهای شما توی بخش گزارشات و اینا معمولا تو جلسات دوم گرفته میشه که اکثرا توی سیستم هست، مثلا حالا اون فرآیند خرید یا بحث اون تأخیر خرید که چقدر زمان برده خرید انجام بشه، تأخیر داشته نداشته، اینا معمولا جلسه دوم به بعد راجعش صحبت می‌کنیم. ولی گزارشاتش هست توی سیستم، حالا یا توی جلسه دوم به بعد بهتون معرفی می‌کنیم، استفاده می‌کنید. اگر حالا نیاز به اصلاح داشت، بهبود داشت یا هر تغییری مثلا جلسات بعدی براتون انجام میشه. این جلسه بیشتر هدفمون یکی فرآیندهای میگم انبار و ورک فلویی که تو انبار دارید مشخص می‌کنیم که برای جلسه بعدی آماده بشه و پیش نیازهای انبار مثل حالا تعریف کالا و خود انبار اینا. و تو جلسات بعدی اینا رو ما تکمیل ترش می‌کنیم. سوالی ندارید الان؟ خامک سوالی نداری؟ مهندس ما صدای خانم براتون نداریم اصلا. الان به آقای قلیزاده گفتم، اصلا نمیدونم به چی صحبت کردید. یه صحبتی درباره فرآیند درخواست کالا داشتن. آقای گودرزی هم گفتن که ایشالا جلسه بعد میریم جلوتر مفصل صحبت میکنیم. دیگه جلسه آینده در موردش صحبت. آره این جلسه بیشتر هدفمون کلیات انبار، جزئیات خود فرآیند و موارد و جلسات آینده تکمیلشون می‌کنیم.